Greatest Muay Thai tournament on the planet. Representing Malaysia and Iran, Amir Nasseri. Amir Nasseri, representing Iran and Malaysia as well. He was raised right here in Kuala Lumpur, so this one did not go well. He's talking a lot about that, embarrassed about his performance against Savas Michael. Worst fight he's ever had. The positive is he is so fired up to get back in. A lot to prove here tonight. Yeah, you know, that matchup against Savas Michael was coming after a long layoff, and it kind of just knocked the rust off. Introducing first, out of the blue corner, training out of Tiger Muay Thai, holding a Muay Thai and kickboxing record of 29-7, representing Malaysia and Iran, Amir Nasseri. امیرعلی ناصری هستم، متولد 26 بهمن 1370. من تو تهران به دنیا آمدم، ولی وقتی 8 سالم بود خانوادم مایگریت کردن به مالزی. بعد اونجا توی کوالالامپور بزرگ شدم از 8 سالگی تا الان. امسال 32 سالمه. اونجا من زندگی کردم. من وقتی 13 سالم بود همینطوری واسه مثلا تفریح با بچهای مثلا مدرسم همینطوری رفتیم یه جیم مویتای و کیک بوکس شروع کردیم تمرین کردن. بعد آره دیگه همینطوری فقط واسه تفریح بود بیشتر. هیچ وقت مثلا فکر نمی‌کردم خواستم فایت کنم یا چیزی، ولی آره دیگه یواش یواش خودش همینطوری شد دیگه. دوست داشتم خیلی تمرین کردن و اینا رو. بعد یواش یواش شروع کردم مسابقه دادن توی همون طرفای مرز مالزی و تایلند و اینا. بعد آره دیگه یواش یواش شروع کردم بازی کردم. من زیاد راستش فیلم و خوندن و اینجور چیزا رو نیستم، زیاد دوست ندارم توی خونه باشم بیشتر. بعد نه، من ازدواج نکردم و نمیدونم، حالا هیچ وقت راستش زیاد علاقه نداشتم و حالا نمیدونم که یا اینا قسمت چیه، ولی نه ازدواج نکردم و راستش چیز ندارم که به زودی هم ازدواج کنم. من وقتی مثلا بعضی ها رو میت میکنم واسه بار اول و میفهمن مثلا من فایت میکنم و اینا، زیاد باورشون نمیشه، چون کلا مثلا زیاد آدم مثلا آرومی هم و اینا، به خاطر همین زیاد قیافمون مثلا به فایتر و اینا نمیخوره. وقتی خیلی شوک میشم، ولی به نظر من خیلی همیشه مردم این ایمیج رو دارن تو سرشون که مثلا فایترها خطرناکن و قیافه های خیلی مثلا خطری و مثلا اینطوری فازشون بیشتر، ولی این واقعیت نداره. به نظر من هر کسی میتونه فایت بکنه و اونایی که اکثر مثلا قیافه هاشون اینطوری و اصولش رو میگیرن و من فیلمش رو بازی میکنن، به نظر من زیاد فایترهای واقعی اصلا نیستن. اونایی که بهترن همیشه یعنی نمیخوان اون فیگور رو بازی کنن، فایتشون رو میکنن. اون کسی هم که تو زندگی واقعیشون هستن پرسونالیتیشون مثلا به خاطر اینکه فایترن خودشون رو اونطوری جا نمیزنن.
چون میگم اونجا تو مالزی که ما شروع کردیم تمرین کردن و بازی کردن، موقع بازی آماتور و اینا نبودش. به خاطر همین اگه مثلا میخواستی بازی کنی و میرفتی بیشتر همون نزدیک شهرهایی که مرز مالزی با تایلند بود و اونجا همیشه بازی بود و شما میتونستین بازی های حرفه‌ای بیشتر میکردن. بخاطر همین دیگه من خواستم شروع کنم، رفتم همون جاها و همونطوری مدل به قول معروف تای استایل همونطوری مچ میکردن و وزکشی اینا نداشت و همینطوری حریف بد میدادن و میومدی فایت میکردی. وقتی من شروع کردم دیگه همونطوری شروع کردم با قانون حرفه‌ای رو 5 رونده و بدون مثلا ساق بند و اینا. همون اونجا بود که من شروع کردم به فایت کردم. بهترین بازیکن ایرانی، والا خیلی بازیکنان خوبی الان هستم. من قدیم که خودم مثلا بچه تر بودم شروع کرده بودم تمرین میکردم، زیاد بازیکنای ایرانی نبود. مثلا من یادم اون تازه که شروع کرده بودم تمرین، یکی از الگوام یکی از دوستانم الان آقای عباس احمدی بود، مصطفی موسید پرشن مونس اون بود، مصطفی عبداللهی که واقعا من این بازی اینا رو نگاه میکردم و دوست داشتم و خیلی اینسپیریشنال بود. ولی خب الان خیلی بازیکنهای جوان خیلی باهوش و جنریشن خیلی خوبی داره میاد بالا، همسال سجاد، محمد و خیلی خیلی بچهای جدیدی هستن که دارن میان تایلند تمرین میکنن، خیلی حرفه‌ای شدن و خیلی بازیکنهای خوبی به نظر من از ایران ما الان زیاد داریم. به نظر من یکی از بهترین بازیکنهای مویتای توی جهان، خب خیلی سخته چون واقعا خیلی ها بودن که خیلی بازیکنهای خوبی بودن یا هستن. یکم سخت دادم این سوال جواب بده، ولی من یکی از بازیکنایی که خیلی خیلی دوست داشتم و به نظر من یکی از بهترینا بود، یکی از مربیای قدیم خودم بود به نام نامکابوان که فوت شد چند سال پیش و من واقعا طرز بازی و آیکیو فایت ایشونو خیلی دوست داشتم و خیلی بازیاشو وقتی نگاه میکردم خیلی لذت میبردم و به نظر من خیلی باهوش بازی میکرد و خیلی هم تکنیکش قشنگ بود. مویتای اصیل بودم واقعی، به نظر من خیلی بازیش خوب بود. میگم چون تو ایران زندگی نکردم زیاد نمیدونم مثلا مویتای تو ایران حالا چطوریه، باشگاه چطوری هم، ولی چیزی که میدونم اینه که الان خیلی بازیکنای ایرانی هستن که تو تایلند تمرین میکنن و این تجربه فایت کردن بیرون و تای کوچ و اینا دارن. بخاطر همین همونطور که گفتم فکر کنم جنریشن جدید ایران خیلی مویتایش خوبه و همینطوری داره هی بهتر و بهتر میشه. مثلا من فکر کنم مثلا در چند سال آینده
ایران یکی از مثلا بهترین کشورهای خارجی باشه تو این ورزش. و آره میگم بازیکنهای جوون ما خیلی خوب و سریع دارن میان بالا. اما بازیکنهای مثلا معروف تایلندی یا خارجی زیاد بازی کردم، مثلا اونایی که قهرمان راجدامنا، لومپینی، اومنوی، چنل 7 اینا زیاد بودن، مثلا مثل سانچای یا مثلا پت مارچون قهرمان اومنوی، سکسان، نمیدونم پت ساموی یا یودکومان یا مثلا بازیکنای خیلی خوبی بودن و به نظر من این همیشه تجربه خوبیه. حتی که تو نبری آخر بازی تو یه جورایی برنده، برای اینکه خیلی تجربات خوبی کسب میکنی و این کمکت میکنه که یا موقعیت‌های بهتری در آینده واسط بیاد یا حتی اسکیلت و اینا رو همیشه بهتر میکنه و یه فایتر بهتر به نظر من همیشه آدم از این فایت ها در میاد. بخاطر همین به نظر من خیلی خوبه که آدم همیشه با حریفای مثلا خوب و تجربه دار بازی کنه. اینطوری تو هم خیلی سریعتر میری بالا و تجربت بهتر میشه و آدم میتونه خودش ایمپروف کنه. بازی با سکسان آره خیلی بازی خوبی بود. من واقعا از این بازی لذت بردم خودم. جنگ بود. من سر دوران کووید یه چیزی حدود 2.5 سال نتونستم اصلا تمرین کنم، یعنی همیشه تو خونه کتلبل میزدم و نمیدونم یکم میدویدم. مالزی خیلی لاکداونش وحشتناک بود و باشگاهمون 2.5 سال بسته بود و بعد اینکه بعد کووید برگشتم فایت کردن اصلا احساسم مثل احساس خودم نبود، انگار که یه چیزی مشکلی بود، اصلا این مشکلی داشت، همه چیزم تایمینگ همینم اصلا انگار که تا حالا تو عمرم بازی نکردم. و این بازی با سکسان واسه من یه بازی مهمی بود برای اینکه اولین بار بعد کووید که شروع کردم بازی کردم، بار اولی بود که من خودم دوباره احساس میکردم مثل خودمم و میتونستم مثل خودم تکون بخورم، بازی بکنم و آره واقعا حریف سختیه چون مثلا دوست داره فشار بذاره و هی بیاد جلو، ولی بازی بود که من واقعا دوست داشتم و احساس کردم که من مثل قدیمام مثل خودم شدم دوباره و این تمرینایی که کردم بعد این چند وقت که کووید واس شد و اینا دوباره احساس میکردم که همه چی داره برمیگرده و اینا. بخاطر همین خیلی بازی خوبی بود واسه من و دوباره یه جورایی مثل این که موتورم رو روشن کرد. خب تو محیط های زیاد آدم صدمه میبینه، بعضی موقع تو تمرین، بعضی موقع تو فایت، ولی به نظر من الان اون قدم بد نیست. صدماتش کنم فوتبال خطرناکتره. حالا بعضی موقع شاید مثلا دماغت بشکنه یا مثلا پات یا دستت یه جا مو برداره، حالا یه گچی بر بگیری چیزی، ولی حالا اون قدم بد نیست. حالا مثلا من توی این فایت هایی که کردم مثلا یکی دو بار پاهام کم مو برداشته و اینا، یا مچای پاهات بیشتر مثلا کم داغون میشه با مثلا سری کات بگیری یا دماغت بشکنه یا اینا، ولی نه زیاد. مثلا من توی این همه سال که این کار کردم شاید مثلا 2-3 بار 3-4 بار اینطورا مثلا صدمه دیدم. زیاد مثلا اینطوری نیست که صدمه هم حالا خیلی ببینیم، ولی همیشه چطوری از صدماتت تکر میکنی خیلی مهمه. مثلا اگه همیشه یخ بذاری، اینفلامیشنش رو بگیری، فیزیوتراپی انجام بدی، خیلی ریکاوری سریعتر میشه. ولی اگه همیشه اینطوری ولش کنی، بعد فایتت هیچی یخ نذاری، هیچی انتی اینفلامیتوری نخوری، اینجوری چیزا خیلی طول میکشه که ریکاور کنی و بعدا مشکلای دیگه به میره. مثلا من یه دفعه پام بغلش خیلی باد کرده بود، مثلا هیچی یخمخ اینا نذاشتم، توی گذاشتم خوب شد، ولی مثلا نگو مو برداشته بود نمیدونستم، بعد مثلا اون بعدن یه چیزی اتفاقی شد که مثلا بعد پام یکم عمل میکردم و اینجوری چیزا. بخاطر هیچ وقت اینجوری تو نباید بذاری بره، بعد همیشه به نظر من تریتش کنی و سریعتر ریکاور کنی، چون همیشه بعدم برمیگرده سراغت. یکی از سخت‌ترین بازی‌های من فکر کنم
مثلا توی همون تایتل فایت اومنوی استادیوم بود. حریفم خب خیلی پرتجربه بود و خیلی حریف سختی بود، چون که مثلا خیلی فشار میذاره رو تو، خیلی میاد جلو، اصلا استایلش مویکاوه، میاد بگیره کلینچ کنه، اون زانو بزنه امتیاز بگیره، مشته سنگین مینداخت. من توی راند 3 اینو دوبار تونستم ناک داونش کنم و میدونستم توی روندهای بعدی این همینطوری میاد که منو بندازه که بازی رو برگردونه. و یکی میگم خیلی از تجربات خیلی مثلا مموربلی واسم شد که مثلا این بازی واقعا سختی بود، تو دقیقه آخر میومد و فشار میذاشت و مثلا من سعی کردم بازی رو کنترل کنم و هرچی میزدیش میومد، اصلا هرچی های کیک زدیم، البو زدیم، هرچی بهش میزدیم میخورد، دوتا میرفت فقط دوباره 5 تا قدم میومد جلو. خیلی حریف چغری بود و آره دیگه یکی از مموریای خیلی خوب من اون بازیه. تمرین عجیب غریبی ما نمی کنیم، مثلا همون تای استایل تمرین و مثلا strength and conditioning و اینجور چیزا همیشه مثلا کمپام اینطوریه، صبح یکم strength and conditioning میکنم، مثلا عصر مویتای کار میکنم، بعضی موقع برعکس، حالا یه روزای شاید مویتای 2 بار کار کنم، یه روزایی شاید 1 بار، مثلا پروگرامم یکم عوض میشه، ولی همیشه اکثرا تمرینامون یه شکله، همونطوری میدویم، میت میزنیم، اسپارینگ میکنیم و بیشتر تمرینامون همینطوریه. تو تایلند، مالزی همیشه این استایل تمرینه. من وقتی بازی میکنم بیشتر دوست دارم البو بزنم و پا بزنم، دوست دارم پا و البو اکثرا چیزایی هن که من مثلا بیشتر تو بازیام استفاده میکنم. مشت و اینا کمتر میزنم، ولی آره چون من هم اول که شروع کردم بازی کردن توی اون مرز مالزی و تایلند، اونجا خیلی البو میزنن، مثلا یه جورایی استایل ما رو از اون اول کم عوض کرد که بیشتر مثلا البو بازی بکنیم و مثلا کیک، چون اونجا استایلش بیشتر اینطوری بود از اول. به نظر من کسی میخواد حرفه‌ای بازی بکنه باید همونطوری حرفه‌ای تمرین بکنه و حرفه‌ای فایت بکنه. بهترین مدلی که را بیفتی و این اتفاق بیفته، بخاطر همین با خودتو یه جایی ببری که این جفت این چیزا باشه، هم فایت حرفه‌ای هم تمرین حرفه‌ای. بخاطر همین به نظر من اگه کسی میخواد این کارو بکنه باید بره یه کشوری مثل تایلند که بتونه رگولرلی بازی بکنه، تمرین بکنه با مربیای های لول، با پارتنرهای های لول و اینطوری به نظر من خیلی سریع میتونی بیای بالا. ولی اگه جایی باشه که این یه دونه از این دوتا دستت نرسه بهش، خیلی سخت آدم ایمپروف بکنه. تایتل هایی که من بردم بیشترشون مثلا زیرا کمربندهای WMC زیاد بردم، مثلا WMC World Title بردم، Pacific Champion بردم، Intercontinental Championship بردم و آره چند تا مثلا تایتل های زیر WMC World Muay Thai Council بردم و توی استادیوم های تایلند من قهرمان اومنوی استادیوم شدم. اون خیلی مثلا یکی از مثلا بهترین تجرباتم اون بود که میدونی 5 رونده موی تای واقعی تو این استادیوم ها اصلا یه جور دیگه است و آره اون خیلی مثلا من مموری اسپشیالی واسم. من قهرمان تای فایت کینگز کاپ تورنمنت شدم یه بار و اونم واقعا یکی از تجربات خیلی خوبی بود واسم، به یاد ماندنی بود، چون که بعدش یکی از مربیام که خیلی کمکم کرد این تایتل رو بگیرم فوت شد و این همیشه این خاطره با من موند و آره اینا یه سری از مثلا تایتل هایی بود که من تو این سالها بردم. آره من امسال دوست دارم حداقل چند تا فایت بکنم. این چند سال اخیر زیاد اکتیو نبودم
ولی الان تمرینم رگولرتر شده و راستشی باشگاه جدید من تو کلامپور دارم وام میکنم و مربی همو دارم از تایلند موو میکنم اینجا و آره بخاطر همین خیلی دوست دارم که این 1-2 سال 3 سال 4 سال آینده بیشتر اکتیو باشم و فایت های بهتری بکنم و دوباره قهرمانی بتونم بگیرم واسه خودم. بخاطر همین آره تو این چند سال آینده خیلی دوست دارم اکتیو تر باشم و بیشتر فایت کنم. من دلیلی که خیلی دوست دارم فایت بکنم و اینا بخاطر اینکه واقعا به محیط های علاقه دارم. یه چیزی بود که از بچگی شروع کردم و هم یکم که سنم رفت بالاتر دیدم چند تا فایت کردم و اینا به نتیجه رسیدم که واقعا من علاقه اصلیم اینه و حتی دانشگاه که رفتم درس میخوندم یا این یا اون مثلا داشتم فکر میکردم چی کارشم بزرگشم، وقتی درسم اینا تموم شد قشنگ میدونستم که این مثلا راهیه که میخوام برم و بخاطر همین دیگه چسبیدم به این کار دیگه و بخاطر همین حتی الان که سالها گذشته هی دوست دارم بیشتر و بیشتر و بیشتر بازه فایت کنم مثل همون روز اول. من خیلی سپاسگزارم از پیج پرژن لژیونر که همیشه من ساپورت میکردن و واقعا یه پلتفرمی درست کردن که مثلا قهرمانای ایران، فایترهای ایران رو به کل ایرانی‌ها نشون بدن، چون فکر کنم قبل از این هیچ وقت کسی نبود شیر بکنه و از مردم ایران ساپورت بگیره. بخاطر همین خیلی تشکر میکنم ازشون که همیشه ما رو ساپورت کردن و هم فایترهای مثل منو همیشه واسه فایت هامون هواشونو دارم و آپدیت های مثلا فایت های ما رو همه رو به فنای ایرانی همیشه میرسونم. و در آخر دوست دارم از همه مردم ایران و فنایی که حالا تو کشورهای مختلف هر جا هستید تشکر بکنم. هر موقع ما فایت میکنیم واقعا از همه جا مردم همیشه مسیج میدن، ساپورت میکنن و واقعا این ساپورت وقتی که نمیدونم روزایی که موتیویشن نداری یا مثلا فایتو میبازی و زیاد ایموشنالی منتالی خوب نیستی، این خیلی خیلی ما رو کمک میکنه که هی بریم هی تلاش کنیم و بازی کنیم و همه این چیزا. و بخاطر همین میخواستم از همتون تک تکتون تشکر بکنم که ما رو همیشه ساپورت کردین. مرسی.